زبان بلوچی به واسطه اینکه معمولا تدریس نمیشه در کشوری به صورت رسمی و همچنین احاطه شده با زبانهای مختلف و در کشورهای مختلف، یه ذره من نباید اینو بگم ولی واقعا غریب واقع شده، چرا که اگر به صورت رسمی در یک کشوری تدریس میشد یا اینکه به هر حال اینقدر احاطه نمیشد، امروز اون پویایی خودش رو داشت. کاری که عزیزان ما در انجمنهای ادبی کردند در شهرستان چابهار و حوزه بلوچستان به هر حال یک نقطه قوتی بوده برای پیشبرد و تقویت این زبان. امروز که پایگاه معیارجل به عنوان یکی از قوی‌ترین پایگاهایی که در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری خیلی نقش داشته و اطلاع رسانی کاملی رو، چیزی که من رصد کردم تا الان داشته، واقعا با این کارش یک کار وحدت آفرین انجام داده. ما اینو به فال نیک میگیریم، در آستانه روز قدس اینو یک کار وحدتی حساب میکنیم، کاری که تقویت اقوام رو به دنبال داره و در پی اون تقویت نظام به طبع به واسطه این خواهد بود، چرا که هم انجمنهای ادبی ما تقویت میشند، هم مفاخر و هنرمندان ما بهتر شناسانده میشند و مهمتر از اون این زبان بلوچی نقطه و حالت ارتباطی بین مردم بلوچ. عمده مشکلاتی که در حوزه جنوب هست خب به طبع خود مردم بلوچ هستند که این مشکلات رو دارند. این زبان بلوچی و این رسانه بلوچی وقتی با زبان بلوچی داره فعال میشه، مسلماً درد، آسیب‌ها و عرضم خدمت شما مشکلات مردم بلوچ گوش شنوایی پیدا خواهد کرد و همچنین در رساندن اون به مسئولین یک نقطه قوت است و این باعث عرضم به خدمت شما رفع مشکلات، رفع آسیب‌ها و شفاف سازی در این حوزه خواهد بود. کاری که دوستان در پایگاه اطلاع رسانی معیارجل انجام دادن به نظر من یک آینده روشنی داره، چرا که میتونه به سمت جایگاه بین المللی پایگاه معیارجل هم ما برسیم. امروز با اضافه کردن زبان بلوچی، زبان فارسی با عرضم به خدمت شما استفاده از زبانهای کشورهای همجوار میتونه پایگاه معیارجل رو به عنوان یک پایگاه بین المللی برسونه و این در نهایت منجر میشه به این که فرهنگ، هنر و عرضم به خدمت شما اون آداب و رسوم و وضعیت کشور ما برای کشورهای دیگه هم مشهود بشه، چرا که امروز ایران اسلامی چالشی که داره همین رسانه های خارجی و بیگانه است. ما با این کاری که پایگاه معیارجل انجام داده و افزودن زبان بلوچی، تقویت اقوام و تقویت عرضم به خدمت شما زبان بلوچی، باعث میشه که رسانه های بیگانه هم کمتر به این مسائل دامن بزنند و اون بحث وحدت و همگرایی ملی و قومی که در ایران همیشه چاشنی کلام رسانه ها بوده کمتر بشه و در عوض ما انشاءالله بتونیم هم اون مشکلات داخلی رو برطرف کنیم و هم اینکه یک صدای قوی باشیم برای ایران اسلامی. من آرزوی روزهای خوبی رو دارم، هم برای زبان بلوچی و هم برای بحث توسعه بلوچستان و توسعه سواحل مکران که همیشه مد نظر مقام معظم رهبری بوده. تشکر میکنم از پایگاه معیارجل.